تا حالا از خودت پرسیدی چرا بعضی کشورها همیشه چند قدم جلوترن؟ شاید مشکل از امکانات نباشه، شاید از عادتها باشه. بیا یه لحظه به ژاپن نگاه کنیم. اولین چیز سکوته. وقتی وارد قطار میشی، کسی داد نمیزنه، کسی با گوشی بلند صحبت نمیکنه. چون میدونن فضای عمومی مال همه است. احترام یعنی اینکه آرامش بقیه رو به هم نزنی. سوال اینجاست، ما چقدر به این موضوع فکر میکنیم؟ دوم، تمیزیه. اونجا شاید سطل زباله کم باشه، اما خیابونها برق میزنن. چرا؟ چون مردم زباله‌شون رو زمین نمیندازن. حتی توی مسابقات بزرگی مثل فیفا ورلد کاپ، هواداراشون بعد از بازی میمونن و جای خودشون رو تمیز میکنن. نه به خاطر قانون، به خاطر شخصیت. و سوم، احترامه. تعظیم کردنشون فقط یه حرکت ساده نیست، یه پیام داره. من برای تو ارزش قائلم. حالا از خودت بپرس، ما چند تا از این عادتهای ساده رو تو زندگیمون داریم؟ پیشرفت از کارهای بزرگ شروع نمیشه، از همین رفتارهای کوچیک شروع میشه. هیچ دانستنی بی دلیل نیست.